چطوری بچه‌ها؟ ابوالفضل مستر هستم. خیلی خوش اومدید به قسمت جدید سوروایوالمون. توی این قسمت قراره بریم سراغ اوشن مانیومنت و لوتش کنیم، ببینیم چی پیدا می‌کنیم. بریم سراغ ویدیو. Here we go. شاب انقدر حال میده این ماجراجوییه. منم اینو دوست دارم. آره این خیلی خب در چند تا برداریم ابوالفضل؟ یه دونه اصلا نمیتونه یه دونه بهت بده. ببین 6 تا بذار تو کرافتینگ تیبل، خودت میدونی چجوری بسازی. آره دیگه 3 تا. من 24 تا میارم. چرا مگه در رو میخوای منفجر کنی؟ با در میخوای فقط نفس بگیری تو آب. من 3 تا درمو دارم آقا، خواستین در بهتون میدم. نه من تو داری؟ نداری؟ نه. بیا من دارم، من خیلی دارم. من در 20 تا اصلا من درسازی زدم. درس تولیدی درش آقا. تولیدی در رایگان. ایول. یه لحظه من گم شدم. شاب تو حتی کنار خونه خودمونم گم نه میشی. پیداتون کردم. تو چه جور موجودی هستی شاب؟ پیداتون کردم. اجازه داداش گم بشی. مگه میشه اصلا همچین چیزی شاب؟ داداش خوردم گم شدم. بیا داداش بدون اجازه است این چند کنم. نه این چند برای یه قسمت دیگه هستیم با هم دیگه توی اون قسمت این چند میکنیم باشه. یه در بردارید. در بردار. سب کنید در بابا در داشتم چرا دوباره ساختم؟ فیلین تا مرداشتم. فیلین تو آب باید مایه رو آتیش بزنه. نزن. چی داره منو میزنه؟ این علی میزنه. چرا علی؟ چرا شاب چقدر مظلومانه. خب خیلی خوب بود. قایقم برداریم بچه. قایق برداریم. قایق برداشتیم قربان. غذام که دارم، اسنوبالم که دارم. بیا بچه قایقو گذاشتم بریم اون ور. بیا لحظه وایسید منم بیام بریم. میگم این مال کیه ابوالفضل؟ من اینو برداشتم. نزن. خب ابوالفضل این چیه داری میگی؟ برفه؟ تبر میزنه. بابا گوله برفت میزن تو با تبر میزنی. نزن علی با جون داشته باشی برای اونجا. بیا چی شب من میزنیم مریض. چی داشتی میگم من اینو دیدم برداشتم. نیاز به قلب دریا داریم. اینو اشکال نداره برداشتن یه چیز مهمی نیست. طلای خب بریم. به دردش شوت میخوره. بریم منو میبینی به من میگن سیاه‌بخت، به من نخندین آدمای خوشبخت. بیاین بریم. ابوالفضل میخوام برات آهنگ بخونم تا اونجا که میرسیم. منو میبینی به من میگن سیاه‌بخت، به من نخندین آدمای خوشبخت. منم یه روزگاری داشتم، جوون بودم عشقی به یاری داشتم. این زمونه پیرم کرد، ز نقش خود سیرم کرد. ممد برانی تو چه نامردی، چه ظلمی بود در نقش من کردی. حال کردیم آقا شاوله. قشنگ بود. بله بخورم ادر عقب. همین درایی که میسازم من شرکت تولیدی در شرکت تولیدی پدرسازی عقب. تا کجا باید بریم ابوالفضل؟ حاجی ترسیدم شاه. چه شیپور باحالیه. این کشتی ما حواسمون نبود. بچه نقشه گنج پیدا کنیم. عشق میکنیم. TNT داشت. سیب زمینی. شلوار علی باید یه چیزی دیگه هم توش داشته باشه به غیر از آره میگم من یه شلوار پیدا کردم توش به درد میخوره این شلواره. این شلواره شب جونم چیز یه چیز دیگه. این که همونه. تونستی پیداش کنی علی اون چیزا رو؟ نه همین یه چیز فکر کنم. مطمئنی؟ نه توی زیر چیزه، تو کنار موتورخونه اینا چیزاش کجاست؟ من هر دفعه همونو از چند تا زاویه مختلف باز میکنم. توش موز بود. داره بیا بریم. چیزی نبود. وای نفسم رفت. سلام قربان. آقا دیگه خسته شدم. من دیگه اینجا چیزی پیدا نمیکنم. بریم این چیزی ندارم. قایق بزن. همراه من بیایید بچه‌ها قایق سوار. من دارم دریفت میکشم. خب دریفت میکشم. شاید لازم دریفت نکش. من رسیدم الان جامپ اسکر میخوریم و حواستون باشه. چی میخوریم؟ جامپ اسکر. جامپ اسکر چیه؟ رسیدیم ابوالفضل. ببینید بذارید نقشه بکشیم. ابوالفضل بیا نقشه بکشیم. خب یه سوال
نه اصلا یه سوال علی، ما وقتی اون افیت گاردین رو بخوریم نتونیم هیچی ماین کنیم، خب چجوری بکشیمش؟ و میلک بگیریم. نه میلک رو ول کن. خب میلک که همش چیزی. ببین من فکر کنم باید از طریق راههای خود اوشن مانیومنت برسیم به اونا بکشیمشون، آره بعدش میتونیم چیز کنیم. گرفتی؟ منم موافقم بچه قایقاتون رو همین جهت بزنین که چیز نشه. یه ذره ببریم جلوتر که جهت خونه رو حفظ باشه. الان وای دومشو دارم میبینم. چی بی؟ اولی اینجاست، دومی سمت چپ، سومی هم میبره زیر منه. اینا رو باید بزنیم. اینا رو اینا چجوری نباید باید بزنیم. سری برو بزنیم سراغ جسارتا؟ حاجی وای ایچ بی کم میکنه. منو اگه چیزا نکشن اینو نکشن تموم کردن نفس منو میکش. من مردم نه نمیر شهاب. بچه برگردیم. شب تو فرار کن. شب تو بیا بالا. شب بیا نگهبانی. شب تو رو خدا بیا نگهبانی، نمیخوام تو بمیری. آیتم زیاد داری. 2-3 دور منن. نه بیا وای من مردم. علی برو آیتماشو بردار. باشه. خب چرا منو میارین جای خطرناک؟ شهاب تو خونه بمون. آقا حاجی منو گیر آورد. علی سوار قایقت شد. آقا من هیچی گیرم نیومد از این اوشن مانیومنت جز این که خدا انداختش تو قایقمون. اونجور که دیدی خودش اومد حمله کنه بهمون، پری تو قایق. دارم الان میبرمش خونه، هدیه میدن به شهاب و علی. بچه اگه بدونید چی پیدا کردم خدا صبر کن، نمیتونم غذا بخورم. تو کن هدیه چی برامون آوردی ابوالفضل؟ چون نزدیک بود دمیجم بده. وای هدیه برای تو چی آوردم؟ یه چیز خیلی خطرناک آوردم که اصلا سخت نگهداری ازش. خطرناک؟ حیوان خونگی منم هست. چرا میاریش؟ هیچ کس بهش کاری نداشته باشه، فقط مال خودمه. اگه خطرناکه چرا میاریش؟ خب چون خطرناکه دیگه. مثلا دیدیم پولدارا میرن مار میخرن، تمساه میخرن، ببر میخرن. ما هم دیگه تو ماینکرافت اینجوری پول داریم. گرفتی؟ یعنی ما پول داریم؟ آره ما تو ماینکرافت پول داریم. تو ماینکرافت چی گرفت دقیقا داره میزنه؟ یه چیزو گرفت خواست بزنه. با این بیاریش میتونیم رامش کنیم مثلا از ما مواظبت کنه؟ نه نیست برادر. این فقط این اختاپوسا رو میزنه شام. چی کارشون داره خب؟ مرض داره. اختاپوسا رو میزنه پرام. خلاصه علی یه حصار درست کن علی، اینجوری با فنس خب تو آب. من اینو بزنم داخل خیلی خوب. بعد دور باشه از ما. خب یعنی از اون جایی که زندگی میکنه، چون میزنه، تیر میزنه. خدا من بدونم تو چی آوردی. وای اصلا دارم این شانسی اومد. اصلا من که نمیتونم پیاده بشم میزنه منو. خب نزدیکش. آخ گان دارم شاه، مینیگان، تفنگ. گان داری؟ پشمان. گان منو نگاه کن. کو؟ گان دارم. بیا نزدیکم این لبه رود کنید. حال که گان حال که کجای مارکو؟ وای گان لیزری دارم. واو. جدی میشه به عنوان گان از این چی آوردی به خودت؟ این همونایی که ما رو کشته. خدا غضب کنه. این چی آوردی ابوالفضل؟ شهاب این زامبی تو دریا رو میزنیش تو آبه. چجوری بزنمش؟ فقط باید بزنیش. یا علی ابن موسی رضا. با این داره منو میزنه. میخواد منو. وای شهاب چه ماشینگانیه، میتونیم به عنوان سلاح ازش استفاده کنیم حاجی. جدی؟ بابا این ماشینگان جنابالی داره منو میزنه، این چیزا رو نمیزنه. زامبیا رو با زامبیا رفیقه. توف تو مرامش. منم میزنه پیاده بشم ازش. کشتم زامبیا رو کشتم. داشت مرسی علی که اینقدر دور از خونه درستش کردی که نتونه بهمون دمیج بده. مرسی واقعا دمت گرم. یه بذارش تو بابا، همین از سرت زیاده. میگه همین هم از سرت زیاده. بیا اعصاب نداره داشت علی. همینجا پارکش میکنم. یادشو پارکش میکنم جسارتا بی ام و یا بنز اسپوسده. پارکش کسی میکنم. اینو نمیکشه، همه با این مثل ملکه رفتار میکنن. ملکه؟ ساکتشو بذارش تو. پس یعنی این دیگه زنه. نه منظورم مثل پادشاه رفتار میکنه. آه باش. آره. وای الان منو میزن. عالی. تو خوش. چجوری دمیج نمیده؟ چون پوشتش به ماست.
ای والله قفس این به عنوان ماشینگان میتونیم ازش حال کردیم بچه‌ها. بدون دیدن ویدیوی آموزشی تونستم یه چیزی یه سلاح تونستم بسازم تو ماینکرافت. باورت میشه شهاب؟ بدون آره. دیدن ویدیوی آموزشی. خب شهاب جونم این قسمت هم جون. تموم شد و ما عالی اصلا بود. یه چیز غیر منتظره ساخت. قرار بود بریم واقعا. اوشن مانیومنت رو لوت کنیم، نتونستیم لوتش کنیم. خدا آره. اومد یه گاردین انداخت تو قایقمون، یه چیزی اختراع کردیم. اسمش دقیقاً. میذاریم ماشین XLA. چی؟ XLA؟ نه میتونیم بذاریم XLaylander. آفرین XLander. نه XLander. آفرین. یعنی چی؟ ترش هم بخوایم X. بکنیم XLander. XLander. آفرین. آره XLander. پس شد چی؟ اسلحه XLander. آفرین بچه هر آره. کسی که خواست اینو تو ماینکرافت بسازه باید بگه XLander. تمام شد. ماشین XLander اختراعش به نام ما ثبت شد. تمام شد. دمتون گرم. مرسی که این قسمت رو دیدین. تا ویدیو بعدی. شاکریم. خداحافظ. بای بای. خداحافظ.